همه نور جلا به همه دست سخا به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده. آمودگی حالا میبینیم تمام عبادت ها در اسلام البته آمودگی دارد. حالا نماز ببینید طهارت، بدنی پاک، لباسی پاک، جای نمازی پاک. رمضان هم باید که انسانی روزه میگرفتگی مسلمان باید آمودگی ببیند. حالا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگویند که اللهم بارک لنا رجب و شعبان و بلغنا رمضان. پروردگارا رجب و شعبان رو برای ما مبارک بگردان و رمضان رو از ما قبول بفرما، یعنی ما رو به رمضان برسون. و دانشمندان اسلام میگویند که ماه رجب ماه کشت کار است، ماه شعبان ماه آبدهی است و ماه رمضان حاصل رو گرفتن است. روزهای نفلی بگیرد و همیشه در ذهنش چرخ بزند که انشاءالله من رمضان رو با کمال آداب و با کمال تواضع و با تمام آدابش انشاءالله روزه رو میگیرم. صلوات بر محمد، صلوات بر محمد، صلوات. یعنی آمودگی چی؟ دقیق انیق بگوییم اگر مبادا کسی رو رنجانیده است، مبادا معصیتی کرده است، مبادا دروغی گفته است خدا نشان ندهد، مبادا یگون لغزشی دارد، از همه اون کردارهای بد توبه کردن، یا مبادا حالا ناسی هست یا سیگاری هست، پیش از رمضان یعنی دور کردن این خصلت های حسی و خصلت های معنوی یعنی یکون دشنامی گاه میبینید که بعضی انسان عادتش شده است در روش صحبتش یک دشنامی میدهد، کمچی یک دشنامی میدهد یعنی به معنا، به اساس، به منطق. حالا این عادتش شده است. باید که مسلمان این عادت های بد رو باید که از خود دور کند و آماده باشد برای گرفتن روزه. حالا تازگی لباس، تازگی خانه، محیطی خانه قبل از رمضان این یکی از سنت‌های اسلام و مسلمین است که پیش از رمضان و تکرارن باز پیش از عید یعنی خانه و در میروبند و میکوبند و تازه میکنند و آماده میکنند و بعد بویی باشد همه رو دور میکنند و دیگر پیش از رمضان و پیش از عید. بسیار دانشمندان اسلام میگویند که انسان این یک ماه هست 11 ماه آینده اش رو در همین یک ماه می سازد. یک ساله برکت و کامیابی و عزت و سعادت خودش رو در همین ماه یعنی چیکار میکند؟ می سازد. وقتی که همین ماه رو با جدیت، با اعتقاد، اخلاص و صمیمیت، آمادگی جدی پیشواز بگیرد، پروردگار 11 ماه دیگرش رو با برکت میکند، با عزت میکند، با سعادت میکند و کامیابی ها همیشه در تمام کارش برا رو برکت میدهد. خرج بقلب انقا. کسی رمضان رو با قلب آمادگی یعنی پیشکی آمادگی رمضان ببیند، با یک قلبی که در هیبت و برکت و اون اجر و پاداش و بزرگی این ماه مبارک رمضان رو در قلبش تا پیش از رمضان تا روزه داشتن داشته باشد، این قلبش در رمضان پاک از گناه و تمام خصلت‌های زشت پاک، این قلب پاک می شود در مدت یک ماه. یا که دیگر در روایت آمدگی است حالا که مضمونش درست است اما متن حدیث اختلاف نظر محدثین است، میگه اولها رحمه و اوسطها مغفره و آخرها عتق من النیران. اولین ماه مبارک رمضان رحمت است و اوسطها مغفره و وسط این ماه مبارک رمضان پاک شدن از گناه است و آخرها عتق من النیران و آخری دهه آخر این ماه مبارک رمضان نجات از آتش جهنم. انسان چی به جهنم میبرد؟ حالا حتی در همین دنیا در همین زندگی انسان چی ناکام میکنه؟
گناه و معصیتی خودی انسان. میگه خدا نریزد آب روی کسی، گناه هست که ریزد آبی چشمش بسی. این گناه هست که انسان خجالت میکند، شرمنده میکند، شرمسار میکند، بدبخت میکند و به عذاب جهنم دچار و مبتلا و گرفتار میکند. پروردگار هرگز در خواری و زاری و ناکامی هیچ بنده ایش نیست. حتی همون کافر، حتی همونی که پروردگار رو انکار میکند، در بدبختی اون نیست پروردگار. برای همین کسی که با یک قلب در قلبش هیبت و شرافت و کرامت و بزرگی این ماه مبارک رمضان تا شروع شوی رمضان باشد، در اخیر رمضان میگه قلبی پاک و سعادتی ابدی برایش میاد، پروردگار میده. رمضان آمده است، رمضان آمده. همیشه دعا کنید که پروردگارم فلانی رو همسری من نصیب بگردون، فلانی رو من بگیرم. تلاش میکند با تمامی توانش، تمامی اسلوب‌ها استفاده میکند تا اینکه فلانی رو به همسری بگیرد. بعد میاد در سرش چرمغز میشکند، به ضررش میباشد. برای همین پروردگار میگه که بنده من خوب میدونم که کی این طلب کرده رو، این دعایت رو کی اجابت کنم که به منفعتت باشد. و بسیاری دعا رو فردا روز قیامت پروردگار میگه بنده فلان 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 دعا رو کرده بودی. میگه پروردگار کرده بودم ندادی. میگه حالا ببین این همه باغ و بستان و مقام های در جنت. و بنده میگه پروردگار ای کاش اون دعایی رو که در اون دنیا قبول کرده بودی نمیکردی در اینجا میگذاشتی. برای همین باید که مسلمان در رمضان ماه دعا هست، ماه تلاوت قرآن است، ماه شنیدن قرآن است. و در رمضان حداقل یک بار ختم قرآن سنت است که باید انسان ها چیکار کنن. مسلمان ها باید که اگر که خوندن نمیتونن، حالا که دیگر در یک تلفن قریب 20 قاری یا 100 قاری قرآن هست که تلاوت میکند، قرائتی با تجوید اون رو بشنود. شنونده و خواننده هم هر دو برابر در ثواب شریکند، هر دو برابر ثواب میگیرن. مگر خودی خواننده ای که میخواند اون اجرش زیادتر است، اما شنونده و خواننده در عموم یعنی ثوابی چی دارد؟ برابر دارد، یعنی ثواب دارد، اجر دارد. حالا ماه قرآن است و قرآن اگر مختصر من در موضوع قرآن بگم، در دنیا کتابی وجود ندارد که انسان نفهمده بخواند. خب کتابی فلسفه باشد، خود تاریخ باشد، خود علمای دقیق فیزیک، شیمی دیگر باشد، اگر 5 دقیقه بخونید چی نفهمید میپرتوید، یعنی دلتنگ میشوید، دوام دادن نمیتونید. مگر قرآن خواننده‌اش یک کلمه اش رو نمیفهمد، لیکن میخواند آرام میشود، قانع میشود، خشنود میشود، خوشحال میشود. این یک طرف دیگرش. در دنیا کتابی وجود ندارد که مثل قرآن سرچوب و یعنی طلبگار در خرید و فروش باشد. مگر قرآن در دنیا یگانه کتابی است که زیاد چوب می شود، زیاد طلبگار دارد، زیاد خرید و فروش می شود. چرا؟ وقتی که این معجزه است، کلام پروردگار است. حتی غیر مسلمان وقتی که قرآن رو گوش میکند، میشنود، میبینید که حتی در چهرهش یک تغییراتی و تأثیری میرساند. به خاطر چی؟ به خاطر که قرآن این کلام پروردگار است، معجزه است. برای همین آرام کننده است، چی صحت باشد چی بیمار باشد. حالا بیماری که به نیتی شفا اگر بخواند، فرض کردیم 10 بار 11 بار سوره اخلاص بخواند که پروردگار رو به نیت شفا برای هم شفا بگردون. قرآن رو با کدوم نیتی که بخواند مسلمان، قرآن همون می شود. مفسرین قرآن یعنی میگویند قریب 50 فکرها رو آوردگی هستند. اگر به نیتی زوجه صالحه، همسری پاکدامنی با عفت بخواند، براش پروردگار همون میگرداند. اگر به نیتی شفا بخواند، شفایش میگرداند. مهم اساس مسلمان باید با اخلاصی تام، با کمال آداب و تواضع و باوری تام باید بخواند. حالا به نیتی فرزند نیک بخواند، فرزند نیک میشود. بسم الله الرحمن الرحیم. یک چند بار سوره فاتحه، 7 بار سوره فاتحه بخونن، 7 بار آیت الکرسی بخونن، 7 بار سوره اخلاص بخونن، قل اعوذ برب الفلق، فلق الناس بخونن. بعد دعا کنن که پروردگار رو با ما فرزندی که سبب روشنایی چشم افتخارمون در دنیا و آخرت، زن شوهر
بعد بسم الله بگویند، بعد بگویند اللهم جنبنا من الشیطان جنب شیطان ما رزقتنا. یا با تاجیکی هم که بگویند نشاد پروردگار ما رو از شیطان دور و اون چیزی که به ما نصیب روزی میگردانی فرزند از وسوسه های شیطان، از ضرر جین و شیطان در حفظ حمایه و پناه خودت نگاه می‌دار. مادامی که امید به پروردگار کنند، پروردگار هیچ بنده امید کردهش رو ناامید نمیکند. پروردگار هیچ بنده امید کردهش رو ناامید نمیکنه. مهم اساس مسلمان ها این ماه مبارک رمضان ماه دعا هست، باید که دعا کنند. دعا سپر مؤمن است، دعا حمایه‌گر مؤمن است. لیکن مهم اساس باز تکرارم شود میگویم با شک شبهه شکاک نباشند. ولی دعا کن خیر که قبول میکند نمیکند تمام. پروردگار میگوید که انا عند ظن عبدی بی، من بندم چی گمونی که کند من همون هستم. یعنی بندم با من چی مناسبتی کند من همون هستم. همه یک جا گویم اهل امت صلوات بر محمد، صلوات بر محمد، صلوات.